تست سلامت باتری لپتاپ. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. برخی از اوقات میشه که در لپتاپ دوست داریم باتری هلث یا میزان سلامت باتری لپتاپ خودتون رو چک کنین. کاری که باید انجام بدین، دکمه های وینکی و آر رو بزنین. در این قسمت عبارت CMD رو تایپ کنین، دکمه اینتر رو بزنین. در قسمت دستور فرمان ها این عبارتی که من اینجا می نویسم با نام Power CFG/Battery Report رو که در کپشن هم قرار میدم رو بنویسین، دکمه اینتر رو بزنین. یک مسیر فایل بهتون میده، اون مسیر رو انتخاب کنین، کنترل C رو بزنین. به طور مثال مای کامپیوتر رو خودتون رو باز کنین، در قسمت ادرس بارش اون مسیری که به شما داده رو اینجا پیست کنین، دکمه اینتر رو بزنین، وارد یک حالت مرور گرمانند میشین و در این قسمت دیزاین کاپاسیتی، کل ظرفیت مربوط به باتری شما در زمان ساخت بوده و فول شارژ کاپاسیتی